صبری همه شما میگردد. دریا تو خوب هستی؟ با تو آسیب نرساندن؟ من خوبم پالکوونیک کردیم. این ترسوها چیکار هم کرده میتوانند غیر از نامردانه به دام افتانیدن؟ خواطر نشو دریا. بچه ها یگان علاج کرده ما را نجات میدهند. آنها این محبس را با سرشان چپه گردان میکنند. من شبهه‌ای ندارم، ولی از یوز در خواطرم. وقتی ما را احاطه کردن من و یوز در خانه بودیم. او دید که یوز چطور مرا را بود. به گمانم حاضر پرخشم است. میترسم که او یگان مشکلی را به سرش نآورد. پالکوونیک کردیم. من مشکلیش را نمیدانم، ولی او چون رد و برق به اینجا آمده میرسد. اینش انیق است. من هم از همین میترسم. یوز یکی از سربازان بهترین من است دریا. گرچند او حاضر در تنش لباس نظامی ندارد، ولی هوش و یادش به این کارش میباشد. وقتی که سخن بابت وطن خویش و پیوندانش میرود، یوز را کسی داشته نمیتواند. همین عملش یوز را یوز کرده است. خانمان و جنابان، چطور هستید؟ به شما یگان چیز لازم؟ یگان کمبودی نیست؟ میخواهید یگان کس به شما خدمت رساند پالکوونیک؟ آرام. درون راه با تو خدمت رسانی را نشان میدیم. ترسان شد. نه، همینطور بهتر است. شاید کمی بدتر به هم نزدیک شویم. علاوه بر این شما با یک آدمی من سورپریز هستید. سورپریز رو ویران نکنید. خانم پروکورور، شما مرا به زندان انداختن میخواستید، ولی ببینید من شما را به زندان انداختم. برای آنکه تو را زندانی کنیم تو با ما زنده لازم استی درگان، ولی با این گونه بیعقلیت به زودی میمیری. باز همان تهدیدهای بیعقلانه. شما در زندانه، تمام و سلام. تا حال مرا تهدید میکنید. چی گپ؟ شما به همان 6 نفر آدمتون باور دارید؟ من در کوچه 10 تن آدم دارم. شما مغلوب شدید. ما مغلوب نمیشویم، چون که در راه درستی خداوند هستیم. این سنجش ها را ما سربلندانه پسی سر میکنیم. 10 هزارها نفر سربازانت را جمع کن، ولی صد راه ما شده نمیتوانی. دیر یا زود ما تو را زنده دستگیری میکنیم. وقتت کم ماند. وقت کم ماند میگویی؟ خوب شد که با یادم رساندی. من فکر داشتم که چی کار کنم. خانم پروکورور، به من بمب لازم است. چی خدری که میتوانید بسیار تراره. خوب شد استکه. خرچی سربازان رو پیدا کردید؟ گفتگو داریم میابید. چطور گفتگو دارید؟ آنها همگی 6 نفرند. رفته آنها را یابید زود.
من از هواپیما بیرون شدم و جای تعیین شده می روم. من بعد هر کجایی که نباشد می‌درایم. خودم را با مشکلی داشته ایستادم. حاضر ما نیرومندتریم. باز یک چند نفری آنها را نیست کنیم کار تموم. حالا با درگان گرفتن محبت را نشان میدیم. Ben bir bordo bereliyim vatan için and içerim. Damla dahi kanım olsa bu bayrakta can veririm. Gözlerinde kan içinde intikam var askerime.